والسلام على رسوله الكريم صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بینندگان عزیز و گرامی، ما در برنامه مستقیم گذشته در معامله زن و شوهری یعنی صحبت داشتیم و سوالات خیلی زیاد نسبت اون موضوع آمده و ما آمد رسید و مردم باز هم یعنی خواهش کردند که خیلی موضوعی مفید و مبرم روز و مشکلی اساسی عائله ها هست در زندگی. برای همین بسیار خواهش کردند که در همین موضوع باز یک صحبت مفصل تری باشد. خب ما این رو به اینوبت میگیریم، لیکن وعده داده بودیم برای دنیا و آخرتمون باشد و سوال خیلی زیاد آمده است و چی کار کنیم که در پیری فرزندان یعنی زیر پا نکنند و چی کار کنیم که در پیری خوار و ذلیل و زیر پا نشویم و چی کار کنیم که فرزندان رو کامیاب و موفق کنیم که فرزندان کامیاب و موفق باشند. اطراف این موضوع صحبت خواهیم داشت و از بینندگان عزیز و گرامی خواهش میکنم که بعد نیم ساعت اگر سوال ها باشد با سوال ها میگذاریم. حالا نیم ساعت اولی برنامه رو ما برای شده شوی و برای فهماشدن موضوع یعنی شرح و تفصیل میدیم و اهمیت تربیه فرزند رو تا حد و اندازه آشکار و روشن میکنیم و مهم بودن اون رو آشکار و روشن میکنیم. بعد این ساعت انشاءالله سوال به سوال ها میگذاریم. خب حالا دعای قرآنی هست. پروردگار در قرآن عظیم شان میگوید استعیذ بالله ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. پروردگار به من فرزندانی تحفه هدیه عطا نما که قرة اعین یعنی روشنایی چشمم افتخارم در دنیا و آخرت باشند. در دنیا و آخرت سبب روشنایی چشم و افتخارم باشند و پروردگار ما را از اهل تقوا و از امامان متقیان بگردان که ما هم خود فرزندان خود صالح و مصلح باشیم که همیشه خیرخواهی چیز مردم باشیم، همیشه خیرخواهی مسلمان و خیرخواهی یعنی خود و اهل خانواده و فرزندان خود و خیرخواهی وطن و کشور و این همه باشیم، یعنی انسانی مفید باشیم. این دعا دلالت بر همین میکند. حالا در جای دیگر باز پروردگار یعنی میگوید در قرآن رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. صدق الله العظیم. پروردگار من رو از جمله عبادت کنندگان و از جمله نیک و نکوکاران و برای من فرزند عطا فرما که نیک و نکوکار و عبادت کنندگان باشد. رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی. حالا در این دعا در این آیه کریمه هر بنده مؤمنه آرزو میکند که پروردگار و من فرزندی نیک و فرزندی صالح و فرزندی نکوکار و فرزندی عبادت میکردگی که برای چی عبادت میکردگی؟ به خاطر که تمام نیکی های فرزند به پدر و مادر نوشته میشود. برای همین در اینجا میگه که فرزندی عبادت میکردگی رب اجعلنی مقیم الصلاة، من را از نماز برپا کنندگان و فرزندان و ذریه های نماز برپا کنندگان در عموم عبادت کنندگان و نکوکاران فرزندان عطا فرما. به خاطر چی؟ به خاطر که فرزند هر نیکی که انجام میدهد
یعنی هر نیکی عبادت است، چی نماز، چی دستگیری کسی، چی خیرخواهی کسی، چی یعنی انسانی مفیده باشد فرزند، تمامی یعنی در تمام عملهای صالح نیک فرزند پدر و مادر شریک هستند. برابر اون فرزند و پدر و مادر اجر داده میشد. برای چی؟ به خاطر که همین پدر و مادر نیستند که فرزند رو تربیت کردن به جای رسانیدن. حالا دوام آیت چی میگوید؟ رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی و لوالدی. پروردگار من و پدر و مادرم رو رحمت و مغفرت جایشون رو جنت روحشون رو شاد بگردان. حالا تفسیر اشاری در اینجا میگوید که یعنی پروردگار میگوید که بنده طلب فرزندی نیک داری، میخواهی فرزندی نیکت بدهم، میخواهی که فرزندت بدهم که سبب روشنایی چشم افتخار دنیا و آخرتت باشه، پس فرزندی نیک باش. فرزندی چیز؟ فرزندی نیک باش. خودت فرزندی نیک باش، برایت فرزندی نیک میدهم. تجربه حیات زندگی اثبات کردگی هست که هر انسانی که فرزندی نیک برای پدر و مادرش باشه، پروردگار برای اون فرزندی نیک میدهد. هر انسانی که پدر و مادر آزار داده باشد، از فرزندانش آزار میبیند. این قانونی هست که پروردگار این رو جاری کردگی است، هیچ کس نمیتواند تغییرش بدهد. شما بینندگان عزیز گرامی دیدید نفری رو که پدر و مادر رو خیلی احترام میکرد و فرزندانش احترامش نکنند، یا عکس این. شما دیدید فرزندی رو که پدر و مادر رو آزار میداد و فرزندانش آزارش ندهند؟ هیچ ممکن نیست. یعنی این قانونی خداوندی هست. حتی اگر اون مسلمان هم نباشد، حتی اگر به پروردگار باور هم نداشته باشد، پروردگار این قانون رو بالای تمام انسانیت جاری میکند. اگر مسلمان هم نباشد لیکن نسبت پدر و مادر خیلی رحمدل و مهربان و غمخوار باشد، چنین فرزندان برایش میدهد. اگر آزار بدهد، فرزندانی میارد که آزارش میدهند. خب این قانون است. حالا در اینجا میگه پروردگار رو فرزندی نیکم بده، مستقیما بعد از این میگه پروردگار رو من و پدر و مادرم رو رحمت و مغفرت کن. به خاطر چی؟ به خاطری که یعنی پروردگار میگوید که میخوای فرزندی نیک، فرزندی نیک باش. فرزندی نیک باش برای پدر و مادرت تا اینکه برایت فرزندی نیک بدهم. حالا تربیه فرزند در اصل ما در موضوعی گذشته گفتیم که ازدواج در اسلام به خاطر شهوترانی نیست. هر انسانی که به خاطر شهوترانی ازدواج کردگی است، شوهر یا زن گرفتگی است، در زندگی ناکام است. در اسلام ازدواج به خاطر چی هست؟ در اسلام ازدواج به خاطر فرزندی نیک است. برای همین هم حالا قبل از آمیزش یا همخوابگی با همسر، با شوهر، با زن، هر دو طرف، قبل از لباس کشیدن بسم الله الرحمن الرحیم اللهم جنبنا من الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. پروردگار ما رو از شیطان دور و شیطان رو از اون چیزی که به ما روزی میگردانی از فرزند دور بگردان. این دعای قبل از آمیزش یا که قبل از همخوابگی با همسر است. پس مقصد معلوم می شود که در اینجا یعنی شهوت در نظر نیست، فرزند در نظر است. حالا اگر این به نظر نگیریم، همه اونایی که شهوت به نظر میگیرن با هر کسی خوب و خیز میکنن از برای خدا، شما ببینید زندگی همونا چقدر یعنی بی برکت است. چرا که زنا
زندگی رو، ریزق رو، فرزندان رو، اهل خانواده همگی رو به برکت میکنه. یکی از خصلت‌های بدی یعنی نحسی و کثرتی و کثافتی زینو به برکت کردن ریزق، به برکت کردن عمر، به برکت کردن فرزند، به برکت کردن اهل و خانواده، به برکت کردن شأن و شرف و عزت انسان. این همه رو از بین میبرد، به برکت میکنه. این عزت و برکت و سعادت این یعنی اگر خدا ندهد سرت در سنگ بزنی نمیآید. و خاطری که این همه برکت بیاید با راه حلال زندگی کردن. میخواهید که در تربیه فرزند کامیاب شوید، قبل از همه لقمه حلال و نیت نیک و همیشه دعا که پروردگارا به من فرزند نیک عطا فرما. در نتیجه پروردگار این نعمت رو با برکت برایت میدهد. حالا قبل از ازدواج چیکار کنیم که در تربیت فرزند کامیاب شویم؟ یعنی قبل از ازدواج ما باید نگوییم که همسر زن میگیرم. جستجوی زن نکنید میگوید. جستجوی مادری فرزندان کنید. مادری پاکدامنی با عفت، مادری نیک برای فرزندان جستجو کن که این بازیچه نیست، این هزل شوخی نیست. و مؤسسه های بین المللی تحلیلی و تشخیصی یعنی بعد نظرسنجی و نظرپرسی 100,000 عائله ها به خلاصه آمدن که 90% سعادت انسان از همون زن و همون فرزنده و اهل خانواده وابستگی دارد و 90% بدبختی انسان هم از همین زن خانواده وابستگی دارد. برای همین در تربیه فرزند قبل از همسر کفتن باید یعنی زنی پدردار و مادرداری، یک عائله با آداب و اخلاق و دیندار و با یعنی معنویات تربیه یافته، پاکدامن، نیت نیک داشته باشد، زندگی رو بفهمد، مقصد از شوهر کردن رو بداند که چرا شوهر میکند. اگر هر زنی پیش از شوهر کردن مقصد و حکمت شوهر و حکمت زندگی رو بداند، خانه‌اش رو با همسرش با شوهرش یعنی جنت میکند. لیکن متاسفانه میبینید که گاه ما رئیست فتوا داریم اینجا، خیلی شکایت ها زیاد میآید. بار شکایتی آمد، نفر مرد نزد من آمد گفت که من در یک عائله‌ای که خانه آرام، زندگی آرام، احترام، پدر، مادر، فرزندو همه یعنی آداب، اخلاق، هیچ نفری یعنی حقوق هیچ نفری پایمال نمی شود، نه پدر نه مادر نه فرزندو. پدر و مادر نسبت فرزندو مهربانند و فرزندو نسبت پدر و مادر خیلی احترام دارند. با این طریق زندگی ما زندگی داشتیم و یعنی زن گرفتم. حالا میگه نمیدونم بی سبب بی اساس گاه میبینید قش قوق میدوزد، گاه میبینید میگه داد میزند، گاه میبینید دشنام میدهد با سببهای اندکی و بی سبب بی هیچ چیز. میگم زنک جون چی گپ شده است؟ چرا چی معامله میکنی؟ به خاطر چی؟ برای یعنی برای هیچ چیز طبیعت خودت رو، طبیعت اهل خانواده رو همه رو خراب میکنی. چرا این همه
بدگویی ها و سختگویی ها و دشنامدهی ها. خب یک برنی 10 برنی گفتم که بیا یک مصلحت زندگی ما دیده شده که یک زندگی یک خانه آرام احترام است. هیچ کسی تحقیرت نکرده است و هیچ کسی تحقیر نمیکند و همه یعنی آرام آسوده زندگی میکنند. چون یعنی هیچ نمیفهمم که برای چی این کارها رو انجام میدهی تو. خلاصه بعد میگوید که خب شوهر میبخشی ما در خانه کلان شدگیم که سحر میخیسیم وقت چریغ و دشنام و داد و فیغان و من 20 سال با همین روش زندگی کردم. حالا که در یک روز، در 2 روز، در یک هفته، در 2 ماه من نمیتوانم خود را تغییر دهم. کمی صبر کن تا اینکه من تغییر بیابم. یعنی با زبانی حال میگوید پس گفت که صبر کن حالا که من به خود بیایم. یعنی در این قالب شما یا در قالب معنویات یا در قالب آداب و اخلاق راست شوم تا اینکه زنده مثل شما زندگی آرام پیش ببرم. من این قصه به خاطر چی میگویم؟ به خاطر که 90% سعادت انسان از همین اهل خانواده و از همین زن فرزندان وابستگی دارد. بسیاری اهمیت نمیدهند به تربیت فرزند. در زندگی بسیار دشواری ها و مشکلی ها و مشقت های زیاده میکشند. حتی با خودشان نشان ندهد به بیماری ها، به فلج، یعنی دل میزنند. و 90% بدبختی انسان هم از این اهل خانواده است. 10% عامل‌های بیرونی است که انسان رو کامیاب میکند. 90% کامیابی و سعادت انسان از فرزندان و از اهل خانواده و از یعنی زن و فرزند وابستگی دارد. یا بدبختی انسان 90%. برای همین قرآن میگوید که ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. روشنایی چشمم پروردگارو، حالا برای که فرزند روشنایی چشم شود پدر مادر باید چکار کنم؟ گپ سری می‌دارد. این مهم اساس است. وقتی که انسان قبل از ازدواج و بعد از ازدواج مقصد یگانه خود رو و وظیفه اساسی پدر مادر هم تربیت فرزند است. وظیفه اساسی پدر مادر این تربیت فرزند است. حالا ازدواج به خاطر فرزند، وقتی که فرزند آمد مسئولیتی اساسی و وزنین ترین سنگین ترین مسئولیت این تربیت فرزند است که باید فرزند رو دائما بچم تربیت کنند. موافق شریعت اسلامی، موافق گفته‌های خدا و رسول خدا صلی الله علیه و سلم، یعنی تربیت فرزند 3 مرحله دارد. تا 7 سالگی، تا 14 سالگی، تا 21 سالگی. تا 7 سالگی وقتی که زبان کودک شده شد، بسم الله الحمدلله، ثواب و بال، لیکن در اینجا اکثرا مهر در آغوش گرفتن این کودک، در ذهن اون کودک جای کردن که مهربان ترین خیرخواه ترین انسان ها همین تو پدر و مادر هستید. شما 2 نفر پدر و مادر هستید، مهربان ترین خیرخواه ترین انسان ها برای همون فرزند. برای همین میگوید که فرزند رو تا 5 سالگی باید مثل شاه، یعنی بلای چشم دیده، نوازش، دوستداری، بازی. حتی ببینید پیامبر علیه السلام چی فرزندو چی نبیره هایشون رو بالای کتیفشون میگرفتن، میدویدن، بازی میکردن با کودکا. باری در نماز بودن، نمازی جماعت بودن، کودک سخت میگیرست. نماز رو چنان تیز خواندن که همه در حیرت موند که چرا پیامبر اصلا چنین نماز نمیخوندن، چرا این با این سرعت نماز خواندن. بعدی نماز گفتن ای رسول خدا، ما هیچ ندیده بودیم که با این سرعت نماز میخوندید، چی شد؟ گونه شنیدید که کودک میگریست؟ کودک با مادر بود و میگریست. رحم برای اون کودک میگریستگی که گریه دارد، رحم به اون کودک
نماز رو با سرعت خوندن. یعنی انسان نزد پروردگار قدر دارد، چی در بطن مادر باشد، چی کودک باشد، چی جوان باشد، چی میان عمر باشد، چی پیرانسال باشد، چی زیر خاک باشد. حالا ببینید در قبرستان نماز خواندن درست نیست، بالای قبر راه رفتن درست نیست، بالای قبر نماز خواندن عبادت است. ولی نماز با پروردگارت رو عبادت میکنید، بالای قبر نماز نخوان میگوید اینجا انسان خوب است. اون انسانی در زیر خاک بده قدر دارد، شرافت دارد. برای همین پروردگار میگوید استعیذ بالله ولقد کرمنا بنی آدم، ما انسان رو مکرم و محترم آفریدیم. انسان مکرم و محترم است در اسلام. حالا پیامبر علیه السلام با نویرانشون بازی میکردن، یعنی آوازی حتی شتر میکردن، آوازی اسب میکردن، بازی میکردن. برای چی؟ برای چی این همه بازی با کودک، با فرزند؟ حتی باری اعرابی یعنی چی؟ صحرانشینی، از صحرا دور از جمعیت و از فرهنگ و از معرفت و از معامله و مناسبت و از این همه دور نزد پیامبر نشسته بودن. پیامبر علیه السلام امام حسن امام حسین رو در زانویشون میشینن، از پیشونهایشون از رخسارهایشون بوسه میزد هر وقت. بعد اون اعرابی گفت که والله، یعنی قسم به پروردگار که ما هیچ فرزندان رو بوسه نکردیم، میبینیم که اینقدر نسبت این کودکان شما مهربان هستید. پیامبر علیه السلام گفتن که وقتی که رحم از قلب شما گرفته شود من چی کنم؟ یعنی آغوش گرفتن فرزند، نوازش کردن فرزند، دوست داشتن فرزند عبادت است، اجر دارد، ثواب دارد. همچنانه که آغوش گرفتن زن، بوسه زدن زن، مهربانی کردن، اظهار محبت عبادت است، اجر دارد. فرزند هم چنین است. یعنی تا 7 سالگی فرزند رو چنان مناسبت باید کنید که در ذهن و مغز و روح و روانش جای شود که مهربانترین عزیزترین انسان ها این پدر و مادرم هستند. خب تا 7 سالگی. لیکن وقتی زبانش شده شد و پاش شده شد، و بال و ثواب و آداب و اخلاق و تا حدی، یعنی مجبوری نیست تا 7 سالگی با روح مهربانی و با روح یعنی آسایشتگی و با روحی یعنی چیز محبت. بچم ترینک بچم اینی اکاشا بگو السلام علیکم، اکاشا بگو خوش آمدید، مهمون بگو خوش آمدید. زبان کودک شده شد باید که کلمه های احترامانه، کلمه های احترام، کلمه های آداب، اخلاق، معامله نیکی، این همه را با آموزونی. یک جا نشسته بودم، در یک خانه نشسته بودیم، کودک که در دست پدرش آمد. بعد یکی از مهمانان قطعی شوخی کرد که دشنامی زیشتی داد به اون مهمان. خب دیگه اون مهمان هم خندید، ها 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 ها. پدر اون کودک هم خندید، ها 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 ها. من گفتم این چیکار کرد که شما اینقدر خرسند هستی؟ کودک باید بگو نه بچم، عیب اوبال است، دشنام دادن اوبال است. و از خوردی که وقتی که گفتید که عیب است و اوبال است دشنام دادن و چت فلان، وقتی گفتید عیب است اوبال است، این کاغذ سفید است، هر چی که نوشتید همون میمونند در ذهنش. فردا که کلان شد از گلوی خودت میگیرد و چای خودت دشنام میدهد. ندیدید بعضی فرزندو مادرش رو، مادر پدرش رو دشنام میدهد، برای که ها 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 میگوید، میخندد، فکر میکند که خیلی کاری بزرگی کرده است و در نتیجه بعد از گلوی همون پدر و مادر میگیرن. برای همین تا 7 سالگی یعنی
اساس مهر و محبت، اظهار محبت و ادب اخلاق. از 7 سالگی تا 14 سالگی تعلیم هر روز. لیکن فرزند رو نگویید که فرزند فلانی است و تو نمیشوی و تو نشدی و تو دیگر و دیگر. نه، هیچ وقت فرزند رو باید سرزنش نکنید. باید انسان فرزند رو باید سرزنش نکنید. هیچ وقت نگوید که هیچ چیز نمیشوید. وقتی گفتید که والا فرزند رو گفتید هیچ چیز نمیشوید، اون هیچ چیز میشود. برای همین همیشه بچم کوشش کن. آفرین، بارک الله. یکی از دانشمندان تو پروفسور میشوی، تو دکتری علم‌های دیگر میشوی، تو یکی از دانشمندترین ها میشوی. تو از یعنی فقط کوشش کن، با کوششت میشوی تمام. یعنی فرزند رو همیشه دلبرداری و همیشه تشجیع و ترغیب. این گفته خدا و رسول خدا هست اگر میخواهید فرزند نیک شود. حالا قبل از این متاسفانه چرا فرزندان دشمن مادر یا دشمن پدر میشوند؟ برای که بسیار بیرحمی میکنن نسبت فرزند. بیرحمی حتی از توان فرزند زیاده کاری رو گفتن این ظلم است، حرام است. در توان فرزند باید هر خدمتی هم که باشد از توانش بیرون باید نباشد. حتی در همون آموختن علم هم که باشد، یعنی راستا به استخاره 8 ساعت بخونی یا 10 ساعت، نه موافق توانش. متاسفانه حالا بعضی از مادرها حامله‌دار است، همون طفلکی که در بطن نشست اون رو دشنام میدهد. همون دشنامش تأثیرش میکنه. یا تولدش کرد، گریه کرد کودک، و جایی که بگید که الحمدلله خدا رو شکر پروردگار به من فرزند داده است، بسم الله الرحمن الرحیم گفته شیر بدهد، دل جگرت بریزد. دل جگر من خوردی، بم بری، نمی چی. این همه دشنام اون فکر نکنید که اون کودک نمیفهمد و تأثیر ندارد. وقتی که فرزند رو دعای بد کردید، اون دعای بد شما تأثیر داره، خصوصا مادر یا پدر تأثیر بد دارد. بعد که اون کلان شد از گلویت میگیرد، زیر پایت میکند. به خاطر چی؟ به خاطر که برای خود دشمن ساختی، دشمن کلان کردی. دل جگرت بریزد، بم بری، دل جگر من خوردی، میم بری خواه کنی دیگر نعوذ بالله. بسیار گپای در قبیح هست، لیکن وجود دارد. بعضی از مادرها این اصطلاح این سخنها رو میگویند. بعد میخواهند که همون فرزند باز براش مهربان باشد و بالای چشم دیده بردارد. خاطر جمع هر دو گوشت بتک از روی که دشنام دادی و اون همه سخنهای بد و اون همه عصبانی شدن و بد گفتنهای اون فرزند، خاطر جمع اون هیچ وقت برای تو مهربان نمیشود. چرا؟ به خاطر که برای خود یک دشمن کلان کردی، شیر دادی. مادری، حالا برای چی مادرها پیش خب بسم الله میگفتن فرزند شیر میدادن، الحمدلله میگفتن شیر، یعنی فرزنددار که شده شیر که دادن الحمدلله خدا را شکر که پروردگار و من فرزند داده است که فرزندم رو شیر دادم. و همیشه حالا در گواره هم که باشد، گهواره علا میگفتن. این علا گفتن این مادر بسیار تأثیری مثبت و تأثیری مفید دارد. اون علا کلمه چی یعنی چی معنی دارد؟ در اصل این علا الله بود. الله یعنی فرزندم رو کلان کن، فرزندم رو دانشمند کن، فرزندم رو خیرتمند کن، فرزندم رو نیک کن، فرزندم رو کامیاب کن. زیر هر یک الله یک آرزوهای داشتن و با آواز نرم و گرم، با آواز نرم و فورم، خیلی نرم، با همون یعنی نغمه مادری، نغمه زنانه، یعنی نغمه چی؟ نغمه و آهنگ مادرانه. با این همه نغمه و آهنگ مادرانه، یعنی
الله میگفتن الله میگفتن الله بعد یا الله بعد الله با علیه بعد این کلمه تبدیل شد. الو سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آزاد شدین تینجین؟ الحمدلله. شما نوار رفته شده است لبی جون. در یوتیوب نوار رفته شده. شما آگاه هستید لبی جون؟ بله حضرت. برای میخواستیم یک سوال داشتیم. مرحبا. درباره این حقوق پدر و مادر برای فرزند امروز میبینیم بسیاری بچه‌ها مثلا پدران ناحرمتی میشوند، مادران ناحرمتی میشوند. اون باید روشنی میانداختیم حضرت. خیر برکت. سلامت باشید. حتما. سلامت باشید. موفق باشید. خوب. برادر عزیز، ما تصمیم گرفتیم که اول تربیت فرزند صحبت کنیم. فعلا موضوع ما تربیت فرزند است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وقتی که فرزند رو که تربیت کردی ناگزیر ناعلاج اون فرزند پدر و مادر رو احترام میکنه. چرا فرزندو پدر و مادر رو احترام نمیکنن؟ به خاطر اینکه تربیت ندارن، تربیت نکردن. همون پدر و مادر تربیت نکرد امروز حضور دیده ایستاده است. حالا گفتم که حتی که هنگام شیر دادن باید که با بسم الله و با الحمدلله با شکرانه. فرزند نعمت نیست. بعضی ها در ناخون فرزند زور هستند. با هیچ صورت باید که فرزند تحقیر رو که فرزند رو یعنی دعای بد نکند. باید نه پدر نه مادر. همیشه باید دعای نیک. حتی اگر بدم باشد باید بگید پروردگارا شکرانه داره همین فرزندی نافرمان نالایق پروردگارا هدایتش کن. الله بجا. السلام علیکم. علیکم السلام. پخش مستقیم است؟ بله. سلامت باشین سوز. ما با شما میفخریم. یک پیشنهاد داشتم سوز جان اگر امکانیت باشه درباره تربیت فرزند است. میخواستم که یک نکته را اشاره کنم که امروز مثلا بسیاری از جوانای ما مثلا به گروه های اکستریمیست یا تروریست دیگر گروه های افراطی شامل میشوند. سببش نادانی جوانها است. میخواستم که همین چیز پیشنهاد شود از طرف مثلا شورای علما که در جامعه ما مثلا بعضی مراکز دینی و اسلامی زیادتر شود. حتی در درس های مکتب بچگان یگان درس های گذاشته شود همچون رسمی قانونی از طرف دولت که یعنی جوانای ما حتی در بابت مذهب یا در بابت حقوق پدر مادر یعنی معلومات زیاد داشته باشند که اگر مثلا امروز بعضی جوانان شامل میشن به هر گروه اصلا نادانیشون به خاطر که یعنی اگر ما فراهم بسازیم طرز شرایطی با اخلاق شدن فرزند دارد، طرز درست فهمیدن مذهب و آیین و فرهنگ ملی مونه، فکر میکنم که دیگر جوان وقت 18 شد دیگر یکم سمت دیگر مثلا فکر میکنم قبول نمیکنه. یکی از مثلا نارسایی مشکلات که همین باشه که ما همین نتونیم فرزندامون در روحیه مثلا دینی قومی مذهبی خاموش شد. سلامت باشید. سلامت باشید سوجو. خیر برکت. موفق باشید. خب حالا گفتم هنگام شیر دادن از اینجا شروع می شود. یعنی کار از اونجا شروع می شود. هنگام شیر دادن باید که چیز یعنی انسان مخصوصا مادر باید با بسم الله با آرامی یعنی فرزند رو شیر بگیرد تا اینکه چیز نشود. فرزند تأثیری بد نگیرد. تا 7 سالگی یعنی چی؟ هیچ وقت دعای بد باید فرزند دعای بد نکند. پدر و مادر در هیچ صورت در هیچ وقت در هیچ یعنی عصبانی شدن یا که حالتهای وزین. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. ساکن شهر دوشنبه ناحیه فیلسوف گوش میکنم. مثلا همین ایواد کردن نوع فرزند در کدام قرار میکنه؟ جان سوالتون نفهم اصلا به همین ایواد کردن نوع فرزند در کدام قرار میکنه؟ نام فرزند چیست؟ ایواد کردن. عوض کردن نام فرزند. سلامت باشید. خدا خیر برکت. سلامت باشید. موفق باشید.
عوض کردن نام فرزند در حالتی که خیلی نامی بد باشد که معنای بدی داشته باشد. حالا جاروب و نمیدونم که تور و تیشه و خب باید یک نامی خوبی نام باید چیزی نباید باشد. نام باید مضمون داشته باشد، معنا داشته باشد. پیامبر علیه السلام میگه که هر نامی برای صاحبش برکتی میارد. هر نامی برای صاحبش برکتی میارد. حتمی باید که نامی که مضمون و معنا و محتوای خوبی داشته باشد باید نامگذاری شود. الله بی. الله بی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. من همین صحبت شما بسیار گوش میکنم. خب یک سوال داشتم. جان. من بعضی زنکو خطی میشنم بسیار بچه‌شون دوی بد میکنم. همین دوی بد کردن در حق فرزند چی پیمی دارد که همین سوال جواب میداده؟ سلامت باشید. حتمی موفق باشید. رحمت. خدا خیر برکت بیاد. موفق باشید. یعنی دشنام دادن حالا ما گفتیم که از شیردهی تا کلان شدن تا جوان مرد شدن فرزند هیچ قصی می شود، گناهکار می شود، که همون مادر سبب بدبخت شوی فرزندش می شود که این معصیت گناه عظیم است. لبجون. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. الو. لبجون گوش میکنم. السلام علیکم. علیکم السلام. اوسون آماده شده سوال بگید. ببخشید یک سوال داشتیم. سوال که لبجون همین درباره همین سوالتون زودتر بگید. نواری مستقیم پخش شده است. فرزندان و مثلا من کم دوستان شده که میخیلن نقابیل و گفتی پدر و مادرهای نمیگیرن و همه خیلی یک وی بسیار مشکل شده. اما در باره این فرزندان تمام قبول است من فهمم. سوال رسید و سوالتون اشکار و روشن است. جواب میگیرم ان شاء الله. ما خیر برکت موفق باشید. خب یعنی نالایق شدن فرزند سببش چی هست؟ سببش این همه شبکه ها و تلسریال فرهنگ بیگانه، غلبه فرهنگ بیگانه و جوانان فرزندان رو باید احتیاط کنید. یعنی اونو در یک حالت خطر قرار دارند. باید که پدر و مادر شب و روز 24 ساعت باید که بالای فرزندش جان جگرش رو بالای فرزندش بگذارد تا اینکه فرزند رو کامیاب کند، چرا که ما در عصری خطر زندگی داریم. سلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام. استاد عزیز شما خوب هستین؟ الحمدلله فضل خدا سلامت باشید. بخیر برکت. لبه جان. استاد جان امی در جامعه بودات بسیاری از شهروندان را میبینیم که نسبت به خواندن دخترها ممانعت ایجاد میکنند. در مورد همین از دیدگاه شریعت برای ما میگفتیم. سلامت باشید. خدا خیر برکت. فهم سوال فهم. تمام. مایلش. خب درباره خواندن دخترها، یعنی دین مبین اسلام پیامبر علیه السلام در حدیث مبارک صحیح که حدیث رو هم امام بخاری هم امام مسلم یعنی روایت کردگی هستند، میگوید که طلب علم فریضه علی کل مسلم، امام مسلم میگوید و مسلمتین، یعنی طلب کردن این فرض است بر هر مردی مسلمان و زن مسلمان. لبه جون. الو. لبه. السلام علیکم. علیکم السلام. من از استرامشان از مفتی حضرت مفتی بابا سوال داشتم. خدا خیر برکتی. گوش میکنم. شما در پخش مستقیم هستید. گوش میکنم. مرحبا. الو. سلام علیکم. علیکم السلام. مفتی بابا سلام علیکم. من از استرامشان میشم. بس ما یک سوال داشتم. مرحبا. در حق درباره همین چی
فرزندا تربیه فرزندا کمتر گفته میگذاشتید که فرزندا بسیار از همین مبنا بشکن و همین خیلی چی شدگی پدر و مادر بسیار همین چیز چی میکنن از ما طلب میکنن. تمام انشالله حتما انشالله. سلامت باشید، موفق باشید. خب یعنی طلب کردن این فرض است بر هر چیز، بر هر فرد مثال چی مرد باشد چیزا، خصوصا اگر مادر یعنی با تربیه، با علم، با معرفت باشد، حالا اون همه فرزندان رو تربیه میکنه. یعنی تجربه حیات اثبات کردگی است که مادری دانشمند، مادری با معرفت، مادری با علم، مادری با عفت، فرزندانی یعنی برای اون تربیه کردن فرزند خیلی آسان و با آسانی مادر فرزندان رو تربیه کرده میتواند. برای همین در عربی یک حکمت است، میگوید اگر 100 بار پدر فرزند رو یک سخن بگوید و یک بار مادر، این 100 گفته پدر و یک گفته مادر برابر است. برای چی؟ بخاطر که این مادر حالا 9 ماه نمیدونم که 9 هفته و 9 روز که کمچی که خب دیگر وقتی محدود است، معلوم است در بطن همون مادر است. حالا 2 سال 2.5 سال دیگر باز در آغوش میگه، همون تاثیر دارد، طبیعتا تاثیر دارد. برای این اگر مادر یعنی تعلیم کرده با آداب و با اخلاق باشد، بهترین فرزند به جامعه پیشکش میکند. به جامعه چیز پیشکش میکند. الو لبیک. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. الو لبیک جون گوش میکنم، گپ زنید. از اشتغال زنگ میزنیم، یک سوال داشتیم. مرحمت. پدر در تربیه فرزند چه نقش دارد؟ پدر در تربیه فرزند چی نقش دارد؟ تمام. سلامت باشید، خیلی خیر برکت دید. پاسخ میگیرید شما. خب اگر مادری تربیت یعنی مادری تعلیم دیده باشد، فرزندان رو تعلیم میدهد. برای پدرم آسان میشود. حالا اگر پدر اکثرا میبینید که اکثرا در خانه نیستن، حالا شخصیت شدن فرزند، حالا گفتیم تا 7 ساله و تا 14 ساله، از 7 سالگی یک نمودی مخصوصی تربیه است، از 7 ساله تا 14 سالگی یک نمودی مخصوصی تربیه هست. هر انسانی هر چی که میشود نمیشود تا 14 سالگی میشود. باید فرزند رو چنان تربیت کنید که در 14 سالگی علاقه شخصیت کامل باشد، شخصیت عالم باید باشد، دانشمند باید باشد، فرزند تربیت کرده باید باشد. حتی بعضی دانشمندان اسلام میگن که از 2 سالگی تا 6 سالگی شخصیت اون انسان از همین جا منشأ و یعنی شکل میگیرد. از 2 سالگی تا 6 سالگی میگن که علاقه شخصیت انسان در همین جا کامل میشود. اما دانشمند شدنش تا 14 سالگی رو میشود. اگر پدر و مادر محنت و زحمت بکشند، یعنی پدر و مادر تربیت کنند، باید بار گفتن و 2 بار گفتن نمی شود. وقتی که فرزند کامیاب شود، پدر و مادر خونی جگر میخورد که بعد اون فرزند کامیاب شود و باید هم چنین باشد. الله بجون. سلام علیکم. علیکم السلام. استاد یک سوال داشتیم. مرحمت. درباره مسئولیت مادر دین مبین اسلام چی توصیه می‌دهد؟ تمام. سلامت باشید، خیر برکت. خب مادر در تربیت فرزند رول اساسی رو بازی میکنه. شخصیت مهم و اساسی و یعنی کلیدی هست در تربیت فرزند. مادر و در از قدیم فرزند رو نمیگفتن که پسری کی هست. از قدیم فرزند رو میگفتن که تقوی کی هست. به خاطری که طرف مادری و خصوصا مادر یعنی چی داره؟ تأثیر داره. نمیگفتن فرزند پسری کی هستی، نمیگفتن که جیانی کی هستی یا خواهرزاده کی هستی، یعنی اصطلاحای گوناگون.
جیانی کی هست یا خواهرزاده کی هستی. یعنی تقویش میپرسیدن که تقویت کی هست. و خاطر چی؟ به خاطر که مادر در تربیت فرزند رول اساسی و شخصیتی کلیدی هست. حالا اشکارتر بگویم چرا بعضی فرزندها با پدر دشمنی جان میشوند؟ چرا با پدر دشمنی جان پدر هست؟ وقتی که اون مادر در گوش این فرزند میخوند پدری تو اینو، عمکی تو اینو، عمکویت تو اینو، عمک بچه هایت چنین و چنان و دیگر گپی مادر تأثیر دارد. گپی ناسزای ناجای مادر فرزند رو دشمن جان پدر میکنه. و عکس این رو بگیریم اگر لبه جان. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. و دوباره سوال داشتم. لبه جان. تربیت فرزند از چند سال میباشد؟ همین سوال جواب بدید. سلامت باشید. ما از اولی نوار گفتیم که تربیت فرزند پیش از مادرش اختیار کردن. از شب اول یعنی همه رو فراموش نکنند. باید شب عروس یک خدا رو هم فراموش و همه رو هم فراموش نه. طهارت در رکعت نماز با همسر و دعا پروردگار در همین زندگی ما رو کامیاب کن، فرزندانی نیک بده. تربیت فرزند از روز اولی پیش از همخوابگی با همسر با عروس شروع می شود. از اونجا تربیت فرزند شروع می شود یا قبل از نکاح شروع می شود که پروردگار رو من ازدواج میکنم. ما در نواری گذشته یا که در صحبت گذشته ما با تفصیل رو گفته بودیم. قبل از اون که خواستم قبول میکنم یا که تن نفسم بخشیدم، پروردگار رو من ازدواج شوهر میکنم، چند فرزندی نیکی برایم عطا کن. حالا که خانه اش که آمد شب عروس هم طهارت کنند، رکعت نماز بگذارند، بشینند. یعنی خوب است که اگر عروس از عقیب و شه از پیش نماز رو بخونند، خب بعد نماز دعای کنند یعنی تو اینکه زندگیشون با برکت شود، تو اینکه زندگی با مصلحت شروع شود. یعنی این دعا معنی چی رو دارد؟ این دعا وقتی که یعنی شب اول هست، یعنی شب عروس نماز هم میخونن، دعا هم میکنن، یک زندگی با مصلحت شروع شدن است و طلب فرزندانی نیک کردن است و کامیاب شدن در تربیت فرزند است و این از اینجا شروع میشه. حالا گفتیم که مادر باید هنگام چیکار کند، چی بگوید، چی کند. الله بجون. الله بجون. سلام علیکم. علیکم السلام. که دوم سوال داشتیم. مرحبا. همین سوال اینه که همین میگه عدالت و برابری بین فرزندان باید باشه. همین التماس می‌کنیم که همین برابری چگونه باید باشه؟ سلامت باشید. خدا خیر برکت. سلامت باشید. خیلی سوالی مهم است، خوب است. حالا همین فرزندان دشمنی همدیگر میشن از روی ناعدالتی، به یکیش زیادتر به یکیش کمتر اهمیت میدی. نه، فرزند همش یک خیلی دوست میداری، فرزند همش یک خیلی صرف میکنی، لیکن وابسته به قابلیت ذهنی فرزند کدام کار رو، کدام تخصص رو انتخاب میکنه. بعضی تخصصایی هست که صرف و خرج زیاد طلب میکنه، مشکلی نیست، این بی‌عدالتی نیست. بعضیش تخصصی رو انتخاب میکند که صرف و خرج کم دارد، در اینجا صرف و خرج کم کند و در اونجا صرف و خرج زیاد کند. این بی‌عدالتی نیست. چرا؟ به خاطری که موافقی طلباتی همون دو فرزند است. اینش ارزانتر طلب میکند، اونش یعنی گرانتر. حالا فرض کردیم طبیب شدنی باشد، خب دیگر از خردسالی باید که اون رو آماده کنند، موادهای مخصوص گرانی یا که دیگر یعنی خریداری کنند. حالا اون قیمتر تمام میشود یا اینکه هر چیزی که باشد، هر تخصصی که باشد، وابسته به قابلیت ذهنی و یعنی درک و فهم فرزند باید که انسان، لیکن در همه صورت ما در تقسیم شریعت اسلامی برابر میگیرد، اما در حیات بدن پدر باید که پدر بین فرزندان عدالت کند. چرا که نفر پیش پیامبر علیه السلام
فرزندش رو آورد و گفت که میخوام باغ فلان باغم رو به همین فرزندم تحفه کنم. لبی جون گوش میکنم. لبی جون الو سلام علیکم کدام. علیکم السلام و رحمت الله. سوال داشتم. مرحبا، زودتر بگید. همین عائله در دین مبین اسلام چه اهمیت دارد؟ عائله؟ بله. سلامت باشید، بخیر برکت. یعنی پیش پیامبر علیه السلام آمدن گفتن که فلان باغم رو میخوام به این فرزندم تحفه کنم. گفتن دیگر فرزند دارید؟ گفت که ها چند تا دارم. گفت من رو در ظلم شهید نگیر، این ظلمی آشکار است. و یک فرزند در یک باغ کلان رو بدید دیگر رو از همه چیز محروم کردن، این بی‌عدالتی است، این ظلم است نسبت. یعنی همین فرزندون رو دشمنی هم جانی هم دیگر میکنید. یعنی بی‌عدالتی، فرزندون یک پدر یک مادر رو دشمن جانی هم دیگر میکنن. برای همین باید که بین فرزندان همیشه باید عدالت باشد. اما قابلیت ذهنی فرزندان به نظر گرفته می شود موافق شریعت و صرف و خرجی که برای یعنی تخصصی رو که انتخاب کردگی است موافق تخصصش صرف و خرج موافق شریعت برایش یعنی امکانیت میدهد. درست است که برای یکیش زیادتر صرف کند برای یکیش کمتر مشکلی نیست، اما با یکیش خونه خب دیگر خیلی وهمه دبدبانوک و با یکیش هیچ چیز، یعنی اینا دشمنی هم دیگر میشوند. حتی در دوست داشتن بین فرزندان وقتی یک فرزند بوسه کردی فرزند دیگر هم بوسه کن. وقتی یک فرزند رو دوستداری کردی فرزند دیگر رو هم دوستداری کن. در پیش همدیگرش یکیش رو زیادتر دوستداری کردن دیگرش رو دوستداری نکردن، یعنی اون فرزند چی میشود؟ مایوس میشود، میشکند، قابلیتش از بین میرود. یا سرزنش زیاد کردن فرزند حرام از موافق شریعت، چرا که اون فرزند رو شما میشکنید، اون فرزند مایوس میشود، اون فرزند ناکام میشود. برای همین هیچ وقت باید که سرزنش زیادی از حد زیادی سرزنش باید نشود. فرزند دل برداری شود. فرزند تو یعنی طبیب میشوی، تو دانشمند میشوی، تو دکتر میشوی، تو پروفسور میشوی، تو نابغه میشوی، تو عالم میشوی. با این دل برداری ها فرزندان رو تربیت کردن و به مقصد یعنی کامیاب کردن است. حالا چیست؟ تو 7 سالگی و 14 سالگی زیادتر بچه امروز چقدر خوندی؟ چند صفحه خوندی؟ چند کتاب خوندی؟ فرزند رو ببر کتابخانه، ببر دل خواه کتابش رو بخرد، دل خواه کتابش، نگو که کتاب نخر. هر که بگو بچم اختیارات، کدوم کتابی که میخری اختیارات من برای بگیر پرداخت میکنم. تمام. وقتی که کتاب رو انتخاب کرد حداقل در 3 ماه در 1 ماه یک بار کتابخانه کتاب فروشی یا کتابخانه یعنی کتابخانه ملی برده ببینن اونجا دانشمند یعنی دانشجویان، پروفسوران، علما، دانشمندان نشستن کتاب ورق صحیفه میزنن، ببینن و با آموزن. یک چند کتاب دیگر خودت هم اگر که حوصله خوندن هم نداری در پیشت بگذار که خونده ایستاده تا اینکه اون فرزند ذوقمند کتاب شود. فرزندان رو مطالعه زیاد کنن، چی پسر چی دختر، کتابای موافق به خودشون، کتابایی که درست که یکون فحش و فاحشگی و بدبختی و خیلی رسولگی که به ادب و به اخلاق میکند اون رو نخرن. اما دیگر در هر تخصصی که نباشد فرق نمیکند، هر تخصصی که نباشد در هر موضوعی که نباشد کتاب ها یعنی بد اخلاقی، مدامی که بد اخلاقی نیست هر کتابی رو که میخرد فرزند رو من نکنید خریده بدهید. در کتاب خریدن هرگز مبلغ رو دریغ ندارید. اگر میخواید فرزندان رو کامیاب کنید تا اینکه یعنی وقتی که پیر شدید و برجا مانده شدید و نیاز به یک عصای چوبین نیاز به اون عصای چوبین شده، چند فرزند جوانمردی تربیت کرده تربیت یافته دانشمند باشد که بالای چشم دیده بردارد. این وابسته از خیلی پدر و مادر است. حالا از 14 سالگی تا 21 سالگی چی؟ از این سن سال خطرناک است که رفیقای بد اینا رو یعنی بروهای بد و به بدبختی و به ناکامی و به گروه های افراطی و به گروه های
یعنی و گروه بدخو جلب میکنن که این تو 21 سالگی در تمام این مسئله باید که مصلحت یعنی با فرزند مصلحت کنی. بچم اگر حتی لبه. سلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام. گذاشتن نام پدر و مادر کدامش حق دارد زیادتر؟ در گذاشتن نام یعنی پدر یا مادر کدام حقی زیادتر دارند برای فرزند؟ نامگذاری فرزند. سلامت باشید، خدا خیر برکت دید. سلامت باشید، موفق باشید، خدا خیر پاداش دید. حالا در تمام کار باید مصلحت فرزند رو بگیری. فرض کردیم در حوالی زندگی میکنیم، بچه‌ام همین درخت اگر اینجا بشنونیم فکرت چی هست؟ شرط نیست که گفته اون کودک رو بگیری یا که 14 15 16 18 19 20 ساله، لیکن مصلحتش رو بگیر. برای چی؟ برای که اون خود رو همچون شخصیت حس کند که من شخصیت هستم، فکر دارم، فکری من در این خانه گرفته می شود، من یعنی عضوی این خانه هستم و یعنی خود رو همچون شخصیت، همچون یعنی مسئول حس کند، همچون مشاور. وقتی که این سه مرحله تو 7 سالگی، تو 14 سالگی، تو 21 سالگی با این روش معین که من فرصت نشده با این زنگ‌های تلفن که به تفصیل این سه مرحله رو به تفصیل بگویم، بعد 21 سالگی همچون شاگرد، همچون فرزند، همچون شاگرد و همچون مشاور و مصلحتچی تو آخری عمر دیگه برای اون هیچ خطری نیست. تو آخری عمر اون فرزند همچون فرزند، همچون شاگرد، همچون مصلحتچی و مشاور تو آخری عمر بالای چشم دیده میبردارد، هیچ خطری دیگر از اون فرزند نیست مادامی که این تربیه رو کنید. اما اگر فرزند رو که تربیه نکردید تمام آزار و ضرر و زیان و خطر رو انتظار شوید. همه همونویی که حالا می شود که پدر و مادرم خون جگر میخورد برای تربیه فرزندش، لیکن محیط، رفیقای بد یعنی فرزند رو نالایق و ناباب میکنن، یا شبکه‌های اجتماعی یا تلی سریال ها. متاسفانه حالا یعنی هجومی فرهنگ بیگانه با فرهنگ شرقیانه یا با فرهنگ مسلمان هجوم شده ایستاده است که در اصل خطر ما قرار داریم. چند هزار جوانای ما رو برای همین شبکه‌های اجتماعی به کجاها نبردن که دنیا و آخرتشون رو برباد دادن. کجا رفتن؟ مسلمان کشی رفتن. نه نام و نشان، نه دنیا نه آخرت، همه رو برباد دادن. که در غم تر است مادر بیچاره. تا مردن این مادر بیچاره فکری اون فرزندی گمنامش رو، بیدرکش رو ناله میکند و میگرید و میسوزد که همین مادر. برای این که حالا با این گروه های افراطی، به این خطرها یا مواد مخدر، متاسفانه بعضی از جوانای ما یعنی معتاد به مواد مخدر میشوند که دیگه نه پروای پدر دارن نه پروای مادر دارن. حاضر است که برد مادرش رو بفروشد، از همون زهر قاتل چیزی بخرد و استفاده کند، از همون مواد حرام خریداری کند و یعنی چیکار کند؟ کیف کند. و گفتی خداش کیف در همون است، راحت در همون، اون راحت نیست، عذاب است. عذاب است. چرا عذاب است؟ به خاطر اینکه زندگی، شأن و شرفش، آبرویش، عزتش، برکتش، آخرتش، همه‌اش رو از دست می‌دهد. نه در خانواده، نه برای اهل خانواده، نه برای محیط، نه برای برادر، نه برای گرد اطرافیان، دیگر هیچ قدر قیمتش نمیماند. معتاد به همون مواد مخدر است، معتاد به همون بنگ و نمیدونم که چرس و چی بلا و چی بتری که با نوای زیادش پیدا شده است، تبلیتگاه مخصوصی که با یعنی زهر قاتل خدا نشان ندهد. یعنی همه این
خطرین اصلی ما و شما از همه این خطرها. برای همین باید فرزندان رو تربیت کنیم. سوال اخیر بود که نامگذاری در عائله همیشه باید همه کار در مصلحت باید باشد. این معنی را ندارد که حالا دیگر مادر حقوق نداشته باشد. خب دیگر باید که در موافقه و در مصلحت نامگذاری فرزندان، البته موافق شریعت اسلامی پدر یعنی رهبر است، لیکن مادر مشاور و مصلحت چی هست؟ یا به اصطلاح دیگر بگوییم پدر شاه هست، لیکن مادر بگیم سروزیر هست. همه باید با مصلحت با مشورت، نشود که پدر یک نام ماند و مادر یک نام و دیگر همین سبب قدرت و سبب ناجوری و ناسازی بین یعنی زن و شوهر و بین فرزندان شود. نه، شریعت اسلام چنین نمیگه. شریعت اسلامی میگه که همه چیز درست که مرد در خانه حاکم است، یعنی مرد رئیس است، و خاطری که حالا در تربیت فرزندان کامیاب شود حتمی باید مصلحت و مشورتش با مادر باشد. چرا که من گفتم وقتی که مصلحت و مشورت با مادر نباشد، اون مادر فرزندت رو دشمنی جانت میکند. برای همین یعنی خیلی مسئله جدی هست، خیلی مسئله جدی هست. برای همین باید همیشه در مصلحت باید باشد. هیچ وقت باید یک روی، تندروی، تندگویی، معامله بد در عائله باید نباشد. موافقی گفته‌های خدا و رسول خدا که ما در موضوع اول نوارش هست، شما میتوانید مراجعه کنید و تماشا کنید. یعنی زندگی زن و شوهری در اسلام از روی مهر، محبت و رحم و شفقت و احترام همدیگر است که با تفصیل فکر میکنم که من صحبت داشتم در پخش مستقیم، شما میتوانید از اون استفاده کنید. لیکن نامگذاری با مصلحت و مادر هم باید که شوهرش، یعنی زن باید شوهرش رو احترام کند و شوهر هم باید که با همسرش، با زنش یعنی مشورت و مصلحت کند. در موافقه نامگذاری باید شود. و فکر میکنم که این مهلتی که ما داشتیم به پایان میرسد و متاسفانه خب دیگر به قدر امکان هر چیزی که در ذهنم آمد گفتم و خداوند عزوجل همیشه کامیاب و موفق کند و شما و امت اسلامی و تمام انسان ها رو در تربیت فرزند کامیاب کند. بینندگان عزیز و گرامی، در اخیران من یک نکته بگویم. اگر هر انسانی یا هر پدری اگر ثروتمندترین انسانی روی دنیا باشد لیکن فرزندی تربیت کردن نداشته باشد، ناکامترین انسانی روی دنیا هست. برای همین در تربیت فرزند هیچ چیز رو دریغ ندارید. فرزندان رو تربیت کنید تا اینکه در پیری و برجاماندگی بالای چشم دیده و فرزندا باشید. کامیاب و موفق و سربلند و با عزت و همیشه زیر سایه رحمتی پروردگار باشید و خدا کند که همه ما و شما فرزندانی داشته باشیم که برای خود و برای مادران خود و برای اهل و خانواده و برادران و یعنی عمک و عمک بچه و خالا بچه و نزدیکان و پیوندان و برای وطن و کشور مفید و با رنگ و آر و ناموس باشند. با این آرزوها این برنامه رو با پایان میرسونیم و تو برنامه های دیگر پروردگار در پناهی پروردگار باشید.